ملت عزیز و شریف ایران، در آستانه برگزاری با شکوه آیین چهارشنبه سوری از همه شما می‌خواهم آتش صلح و زندگی را در کوچه ها و محله هایتان برپا کنید. با هوشیاری کامل از هر گونه تنش، درگیری و حتی نزدیک شدن به مزدوران رژیم در خیابانها خودداری کنید. هدف عوامل شر این است که جشن نور و پاکی و زندگی شما را به تاریکی و پلیدی و مرگ بکشانند. این فرصت را به آنها ندهید. به همه عوامل سرکوب هشدار می‌دهم. مردم امشب چهارشنبه سوری را مسالمت‌آمیز برگزار می‌کنند. از ساعت 6 بعد از ظهر خیابان‌ها، کوچه‌ها و محله‌ها را ترک کنید و در برابر مردم نایستید. بگذارید این شب در آرامش به پایان برسد. پیامدهای ماندن در خیابانها و سرکوب جشن مسالمت جویانه مردم با خود شماست. نور بر تاریکی پیروز است.